سنش 20 سالشه، 80 دوبارش تا 91 پتانسیل رشد داره و ایو گرفت. بخاطر همین دوستم این فصل یه ترانسفر احتمالا نداشته باشیم، میفته فصل بعدی. اومد اینجا تیم کلا روحیه گرفت، روحیه که هم بهتر شد، میشه استفاده کرد. یه بازیکن دیگه باید بخریم، یه دونه دفاعی که میشناسیم هویسنه، دین هویسن، 82 قیمتش 66. واقعا از 85 تا بودجام میخوره. این آخرین خریدمونه. ما میایم ماتیس دلیختو میدیم با 60 خیلی 40 میشه 79 تا 47 45 کنیم که زن به ما بهتر بیفته. 46 درجه دیگه. این هویسن هم میگیریم، خیلی میتونه تو دفاعی کمک کنه، بدنی قوی و تیمو از این رو کنه. 17 دقیقه شده، یه بازی بکنیم و پارت 1 تموم بشه. $200,000 تا 150 تا قیمتش، چون رئال بلادت میکنه بازیکنان رو نسبتا قیمتای بالایی میده. خریدیمش. دین هویسن با فراسایت بی میتونه خیلی خوبه. من فقط باید هری مگوایر از تیم بدیم بیرون. اونانا هم میتونیم استفاده کنیم، هستش در بودن اینا که مثلا اضافی هم تو تیم. مارتینز اصلا ازش خوشم میاد، بازیکن خیلی بعدی به نظرم. مینیال هم بازیکن چیز داریم. برونو خوبه، میشه فصل بعدی ازش واسه فروش استفاده کرد، چون سنی بالا میزه مونت بره و نمیشه ازش کامل استفاده لازم داشته باشه. خب تا 28 بیان حداقل یه آفر بیا ببینیم میتونیم بازیکن رد کنه. اوکی آفر آمد. 2 فصل قرضی هم 15 تا. خدافظ. خب یه ترکیب یه نگاه بندازیم. دفاعمون عقب کامل عوض شد، بالا هنوز همونه، زیاد تغییر نکرده. فقط تقنینا رو بدیم. باله بیاد آربی کاسادوی زده فالبک رو تمرین ببینه. گارسیا لنیو رو واقعا من تمرین ببینم، اوضاعش خیلی بیریخته. هویسن هم همینطور. اینا لنیونو رو یورو نه همه جوانن، آینده دارن واسه تیم، هم میتونن یه بودجه بیارن. میزنیم برونو دیگه ترجیح میدی تمرین کونیا یه ذره بهتره. ایدلیس یعنی هلفینگر بازیش میدیم. چشه کنم فیسمن. خب اوکی تقریبا این ذره تامینا رو دادیم، عالی بودیم، بازیکن خوبی خریدیم. و آخرین بازیمون، اولین بازی که میخوایم انجام بدیم جلوی منچستر سیتی، مدعیای قهرمانی و برنلیو 4 هیچ زدیم. دین هویسن تاثیرگذاری خودش رو داشت و من همه این خریدام واقعا عالی بودن. اوکی تیم عالیه. بالده سریع الان اوکی میکنیم دیگه. 2 هفته گذشت الان آربی شد فالبک بازی. فالبک میتونه واسه تیم خیلی تاثیرگذار باشه.
آفرامو ببینیم. خب همه چی دارم میدیم آفرا که میدیم برن. اوکی چرا بنیاد بدانم سی ام میخوایم ایشالله اون پس بتونیم این چیز کنیم پول رو جور کنیم بگیریم. بازی تو ورزشگاه سیتیه و احتمال پاره شدن خیلی زیاده. چه فیسی جذابی داره. آروم بازی هم رو درجه لژنده. اصلا خیلی از کاسادو خوشم میاد. سرعتی حرف نداره. باکونیا میتونه یه دونه ترکیب بمب بسازه و گل اول رو زدیم. چی؟ دوناروما ششکو یلیز شوتو زد گل نشد. ششکو تموم کننده. این بر بالا است توپو میگیره به راحتی. یه پاسی وای بد. گله برو بالده وای نه تی. این دوکو هم واقعا دوکو اگه شما دوکو خیلی بازیکن خفنه. احتمال داره این فصل ترانسفر شه به یونایتد بشه یه یاغی جذاب. توپو لو دادیم. چه قشنگ. پاسو انداخت. وای ششکو عجب بازی کنه. خیلی خوشم میاد ازش. همه الان منچستر یونایتد دلبری میخواد کنه از یه جا بعد دیگه همینجوری تقریبا با 200 میلیون بازیکنان گرفت نظیرشون تو اروپا کم. یورو چه بد جایی داد. 3-2 واو گلو خورد. چی خورد؟ بازی بریم عقب بذاره. یه گلی خوردیم خدای خیلی سخت. دیگه گارسیا نمیدونم با یه چیه راحت کامپیوتر راحت میتونه گله رو بزنه. هر کاری کنی میشه. ولی اگه دروازه بیاری این ولی نمیشن که نه که اشتباه کردم نه. اونورم برتفورد 1-0 چلسی زده. اوکی و به راحتی میگه. ششکو فرار رو چیو انداختیم دیگه. دوناروما حالا ششکو 3 تا شوت زد یه تیر یه دون دروازه‌بان گرفت ایناش گل شد. خیلی به نظرم آمار عالی بوده واسه مهاجم 20 ساله. اون حالا از خوبای بازی هنوز شوتی به دروازه ما نزد. ششکو همینجور میندازم فرت میگیره. انا عقب 2 تا تیر این دفعه برونو زد. الان اون 2 تا تیر گل میشد 3-1 به نفع یونایتد. خیلی بازی جذابه به نظر من. حرف نداره از یه جهت. بازیکن‌ها عالی‌ان نسبت به اون فصل. مهاجما همون اول دفاعی یه ذره مطمئن‌تر شدیم. راست و چپمون تقویت خیلی زیادی شده. جفت سرعتی آوردیم.
ای بابا بعد اشتباه کردم. الماسم میخواستم بنزم واسه راست نشد. بالده اونجا هست. دوکو اصلا عجیب خوشگل بازی میکنه. این هم از این. اوکی برو ششکو نرسید. با این گلو زده بودیم موقعیت سازی بود. فضا ندیده بود. وین پلی به نظرم بهترین چیز بازیه. احساس بازیه. خب میشه ضد حمله زد. نه سرعتی خیلی زیاد بودن سا میگیم دوکو رو بده بدبختی. سامانچو بکن. اوکی ییلدیز برو به چه بازی. اونیا میتونه خود ییلدیز رو بده. ییلدیز این بر دوناروما خوب واقعا خیلی قشنگ پاسکاری کردیم. بیاد رو سر ششکو که نیومد. آها وای فضا نداد نه. آها اون به اون پاسهای قشنگ خیلی بد پاس کاری مثلا خیلی بد بود. مساوی خدا نشه. ما واقعا از سیتی خیلی بهتر بودیم. از هر چیز کنیم اصلا ببینی بازی رو سوارتر بودیم. وای لعنتی. مشکل نداره برمیگردیم. ماشالله. وای گارسیا بکنم اولین سیبش بود. گلو نخوریم. بعد اتفاق غیر منتظرم هستش که مثلا احتمال داره یه نزدیک بود از بغل دروازه رد شد. اوکی بکنم دیگه تمومه. سریع یه دونه حمله بسازیم میریم. برو آخریش فکر کنیم گلش. هنوز فشار رو دروازه است. وای تموم شد. 1-1 جلوی سیتی پر ستاره. واقعا امتیاز خیلی خوبیه. بهترین بازیکن زمین هم ششکو شد. 8.5 نمره خیلی خوبه. ممنونم تا اینجا این ویدیو نکرد. نیم ساعت شد. خیلی به من انرژی مفیدی دادید. پارت 1 ویدیوی منچستر یونایتد بود و خیلی عالی ظاهر شدیم. ترکوندیم. پارت بعدی امروز اگه مثلا اینو ببینید فردا پارت بعدیه. بازی بعد اون جلویه. میکنم دست دویی لیگ ما من بازی نمیریم. احتمالا از همینجا شروع میکنیم. همینجا ویدیو کات بخوره است. همینجا شروع میشه بازی که احتمالا بریم جلوی لیورپول ماه بعدش اکتبر نام کنیم و میخوایم بهتر کنیم. ممنونم خیلی من انرژی دادین ویدیو نکردید. تشکر. خدا نگهدار.